Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Man hamchun yak shahrvanди Tojikiston az prezidenti Tojikiston Emomali Rahmonov خواهش میکنیم که برادر عزت امان را، سرور مهاجران را، دستگیری مهاجران را آزاد کنید. ما همچون یک تاجیکستانی خدمت دولت خود را کرده ایم. از شما خواهش داریم که سرور مهاجران را آزاد کنید. ما آزادی برکه عزت امان میخواهیم. آزادی برکه عزت امان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک گروه مهاجران شهروندان جمهوری تاجیکستان از حکومت تاجیکستان طلب آزادی برادر عزت امان میکنیم. برادر عزت امان بهترین شخص است و تمام مهاجران در وقت کرانتین به نهایت خدمت کرده است. شب و روز از جانب الله با عائله این شخص صبر تحمل گفتنیم انشاءالله آزاد میشود. برادر رو یکم سخن کردنی باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیر کردن عزت امانов ما ناراحت هستیم و راضی نیستیم که عزت امان رو یعنی دستگیر کردند، ولی این رو هیچ کس نمیداند که به چه سبب این رو گرفتن بردن و ما از این حکومت جمهوری تاجیکستان در این حالت ما راضی نیستیم و میخواهیم که عزت امان رو به جای خود و یعنی به وظیفه خود و بر آزادی یعنی این کارو آزادی عزت امانov ما عزت امان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان از حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش میکنم که به عزت امان آزادی داده شود. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان از حکومتداران طلب دارم که غمخوار و غمبرار ما مهاجران عزت امان را آزاد کرده شود. آزادی به عزت امان، آزادی به عزت امان، آزادی به عزت امان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان از حکومت جمهوری تاجیکستان طلب میکنم که به عزت امان حمایتگر مهاجران آزادی داده شود. السلام علیکم با تمام مردم تاجیکستان و غریبا و همه شما سلام خود را میرسانم. من همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان از حکومت تاجیکستان را خواهش میکنم که عزت امان آزاد کنند. آزادی با عزت امان، آزادی با عزت امان، آزادی با عزت امان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک مهاجر شهروند جمهوری تاجیکستان از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خواهش میکنم که عزت امان را زودتر آزاد کنند، به روسیه برگردانده شود. عزت امان در یگام کارها یگام گروه ها قوش نبود و فقط دست خود را کمک خود را به تمام مهاجران میرساند. مهاجران چی گفتن باید؟ من به تمام مهاجران گفتنی هستم که در قضیه عزت امان بی‌طرفی را نکنند و یگام جنایت نیست. یعنی 5 مینوت 5 سکند ویدیو میکنیم میپرته ناریزگی خودشون رو بیان کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک مهاجر یک شهروندی تاجیکستان از حکومت جمهوری تاجیکستان از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانov خواهش میکنم که عزت امان را بر روسیه برگرداند و
ایزد امان خیلی با دست خودش با مهاجران خیلی خیلی رسیدگی است که این در کسلی های کووید 19 و غیر دیگر یاردن خود را با مهاجران میرسان. من خواهش و التماس از پرزیدنتمان امام علی رحمان خواهش دارم که وی را به روسیه برگرداند. و برای مهاجران یگان گفتنی داری برای ایزدمان؟ من به مهاجران گفتنی هم که با قضیه ایزد امان بی‌طرف نباشند و وی را دستگیری کنند که باید باید و با روسیه برگردد و کار فعالیت خود را بیند. ولی خب سلام علیکم بینندگان عزیز. ما میخواهیم که اکای ایزد امان در آزادی باشه. اکای ایزد امان برای مردم مهاجر بسیار خدمت‌های خوب کرده. این در تاریخ میمونه. این برادر ما و شما، این برادر را تهمت کردن، اوباش برآوردن. این کار ما محکوم میکنم. یگان گپشون اساس نداره. اکای ایزد امان در حال جواب تن. اکای ایزد امان بیا در همین وظیفه خودش کار کنه. این پشتیبان مهاجرای حتما باید جوابش بدن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم با کل مردم مسلمان فارس زبان تاجیک. برادرها چی گفتن در قضیه یک ایزد همون به طرف نباشیم. سهم اختون نبوداریم برای که یکا برای همه مهاجرانی تو که برای لبویش تیار بود که مقصد یاردم خچه برسونه یاردم میکرد. در پاندمی در لبوی خیلی خچون میدیدیم در نام سبتون که در همه جا فقط دستیاری مهاجرا بود. نه کنسول یاردم میکرد، نه یگان چیز کنسول لجه و برادر رفته سومه طلب کرده بودن که با او باید برای یاری بگیره. او تره باید کسان که سومته کرده چه باید یارانه 500 بود در جمع ویدیوش در یوتیوب هسته. چی گفتن ایم خیر آزادی با عزت هم با اکای عزت همون رو داشتن برای که برادر بگناه بود نمیدون با اکای چی سبب اکای شهر ندادن گناه شد. آزادی با عزت همون. کسانی که ویدیو نوار میکنین در اینجا این رقم تلفن است. نوارهاتون روان کنید. واتساپ، تلگرام، رقم تلفنی صدای مردم. در اینجا میتونید شما نوارهاتون روان کنین و نوارهاتون کوشش کنین که با صفت باشه. این خیلی نکی اگر یا دیوال سیامکا کنی و بیرون از ماشین در داخل ماشین بیرون بگردونی سیامکا کنی، این خیلی نوار نیست. خودت یک بارمون نوار تا فکر که چه خیلی نواره صدات باشه فقط یک ضبط دیگر نوارتون طرف خودتون بگردونین. همش یک شهروند جمهوری تاجیکستان آزادی این برادرم میخواهم و از حکومت دارا طلب میکنم که این بیگناه هستک. ما شهروند فلانی جا هستم. به همین شکل نوار بکنین. نه کسی را تهدید بکنین، نه کسی را به دعوت به انقلاب میکنین، نه کسی را تحقیر میکنین، نه کسی را دشنام میکنین. کوتاه فقط شاید یک دقیقه هم نگیره. با همین شکل نوار کنین. نوارتون رو بفرستین. انشالله که پیغامتون ما در یکی از سایت های حرکت سیاسی گروه 24 نشر میکنیم. برادرها پیغام الان برای ما رسیده که در برنامه صدای مردم در تلگرام و در واتساپ زنگ نزنین، فقط نوار روان کنین. نوارتون رو تیار کردین، نوارتون رو روان کنین. خب کارتای بانکی در اینجا گذاشتگی هستیم. کسانی که امکانیت دارین، زندگیتون خوبتر است، بهتر است، در امریکا هستین، در اروپا هستین، در روسیه هستین و در دولت‌های عربی هستین، در ترکیه هستین، تاجر هستین، وقتی که برای شما نوار یک نامه روان میکنه که برادرای مبارزه کمک کنین، یک پیغام برای ما آمده، اونجا یک آدم نوشته است که بخشش، معذرت، این پولی که شما امروز دارین در راهی از بین بردن ظالم ها شما صرف نمیکنین، فردا پیش پروردگار میگن خدایا ما مال داشتیم، ما یعنی خیر کردیم. میگه اون جایی که برای شما لازم بود خیر نکردین.
اون وقت پروردگار از شما خدای نخواسته معذرت نگه. پروردگار از معذرت پروردگار ما را خودش نگاه بداره که اون وقتی که از خدا طلب کنیم خدایا که ما انسانی بگیم خیر کن بدیم، میگه نه دیگر اون جایی که شما لازم بود در اون جاها شما خیری نکرده بدین. اون جایی که از بین میبرد ظالم طاغوت تمام بدبختی ها را پیش راهش میگرفتن، اون وقت خلاصه این پیغام ها را وقتی که میبینه آدم جگرخون میشه. یکی از تاجرها را پیغام روان کردن، یکی از دوستا اونجا گفت است که اکا خیر بخشش معذرت ما یاردم کردن نمیتونم، اگر نه ماشین های قیمتی را میگرده و اصلا طرفداری رژیم رحمانوف هم نیستک، طرفداری حکومت هم نیستک، طرفداری ما هم نیستک. زندگی خودش است، تجارت خودش است. فقط برادرها خواهش کردن، پیغام روان کردن برای ما. از این خاطر وقتی که به اونا مراجعت میکنیم دیگر اونا را میبینیم که این شکل هستن، مجبور هستیم به خود مردم و خود مبارزا مراجعت کنیم. به هر صورت تشکر زیاد از همه شما و بسیار یک برآمد بگیم عاجلی بودک و برآمد سردستکی. این تقریبا 2.5 ساعت شده.